با سلام و درودی خدمت دوستانی که میخوان Unternehmer Schulung Sachkunde تاکسی و میتواگن رو پاسش کنن. بلوک 1 صفحه 4 Personenbeförderungsrecht، یعنی مقررات حقوق حمل و نقل مسافرین. 1 Personenbeförderungsgesetz، یعنی قوانین و مقررات حمل و نقل مسافرها، مخففش هم که میشه PBFGBRD. 1 Inhaltliche Zusammenfassung، یعنی خلاصه به طور کلی، یک خلاصه ای از کلش. Was ist Personenbeförderungs؟ یه اصلا چه معنی داره؟ معنی حمل و نقل مسافر چیه؟ Personen gegen Entgelt befördern und dabei mehr einnehmen. یه افرادی که در مقابل دستمزد افراد رو حمل و نقل میکنن، جابجاشون میکنن و در مقابلش یه دستمزد نمیگیرن. einnehmen درآمد داشتن، befördern حمل کردن، Entgelt دستمزد، als kostet verursachen بانی شدن. Dies kann eine Unternehmer in Linien oder Gelegenheitsverkehr، که این میتونه یک شرکت خطی یا خطی مثل اتوبوس و اشتغالسنبان و این چیزا که فقط تو یه خط مشخصی حرکت میکنن که ما نیستیم باشه، یا Gelegenheitsverkehrs یعنی تاکسی ها که مثلا یکی بهش زنگ میزنه و هر جایی میرن، مسیر مشخصی ندارن، بر اساس دستور مسافر هر جایی ممکنه برن. Gelegenheitsverkehr. Wenn nach Antragstellung und Erfüllung der subjektiven Genehmigungsvoraussetzungen، میگه اگر او wenn nach Antragstellung اگر او بعد از تقاضای فرم und Erfüllung der subjektive و Erfüllung تحقق subjektive ذهنی Genehmigungsvoraussetzung میشه موارد مورد نیاز مجوز، پیش نیاز مجوز. Genehmigungsvoraussetzung چیزایی که برای مجوز احتیاجه. von der Genehmigungsbehörde برای اینا رو برای اداره تجویز مجوز eine Genehmigungsurkunde برای یک مدرک مجوز für eine Verkehrsart برای یک حمل و نقل، برای یک نوع حمل و نقل دریافت کنه. میگه کسی که این مجوز رو از یک اداره دولتی تجویز مجوز دریافت کنه، به این شخص میگن. sofern die Behörde sofern در صورتی که die Behörde اداره قبل از die objektive Genehmigungsvoraussetzungen berücksichtigt hat.
میگه در صورتی که اداره قبل از تجویز چیزای مورد نیاز مجوز genehmigungs voraussetzungen berücksichtigt در نظر گرفته باشه. genehmigung werden nur befristet. میگه مجوزها فقط موقتی erteilt واگذار میشن. und können bei schwerwiegenden Fehlverhalten و میتوانند با چیزهای جدی، با تخلفهای تخلفهای جدی schwerwiegenden میشه جدی، Fehlverhalten تخلف. میگه این مجوزها میتونن با یک تخلف جدی از کارفرما wieder gelöscht میگه میتونن دوباره حذف بشن. oder entzogen werden و محروم بشن. Verstöße gegen PBFG میگه تخلف ها در مقابل Personenbeförderungs Gesetz میگه تخلفاتی برای هم مقررات حمل و نقل مسافر werden و آنها میشن werden mit Bußgeldern belegt و آنها منجر به جریمه نقدی میشن. genauso wie Verstöße میشه تخلف. genau wie Verstöße gegen die StVO میگه دقیقا مثل همین جریمه های راهنمای رانندگی. 1-2 allgemeine Vorschriften میگه به مقررات عمومی Geltungsbereich محدوده اعتبار تو پرانتز des Gesetz این قانون برای هر کسی است که این کار رو که این اونترنیما شرکت حمل و نقل عمومی جاده‌ای رو داره. این قوانین چه میت اشتغاسنبانن، چه با اشتغاسبانا، چه با اوبرلایتونگسبوسن، چه با خط اتوبوس و چه با ماشین های سواری، تاکسی ماکسی اینا. 1-2 Genehmigungspflicht قبلا گفته بودیم که میشه مجوز، مسئولیت مجوز میشه فلیشت میشه مسئولیت مجوز. این bei Betriebsprüfung که با امتحان که برای اون با امتحان شرکت durch die Genehmigungs توسط امتحان که با امتحانی در اداره مجوز einem Verwarnungs اخطار میده که oder Buße اخطار و یا جریمه جلوگیری جلوگیری کردن ist es wichtig میگه این مهمه für folgenden Ereignisse eine Genehmigungsbehörde
einzuholen. میگه اگه این کار رو بدون مجوز انجام بدید جریمه های نقدی داره و باید این کارها رو تقاضاها رو از قبل انجام بدید. den dafür و برای آن بشتید Genehmigung و برای آن دریافت کنید این مجوز رو و شامل این چیزا میشن. این کارا رو باید انجام بدید. beantrag eine Genehmigung تقاضای یک مجوز. کنسسیون پروانه مجوز. پروفارسو میگه برای هر یکی از این ماشینایی که میخواید بذارید باید یک مجوز داشته باشه. همه این ماشینا باید مجوز داشته باشه. beantrag eine Wiedererteilung میگه تقاضای اعطای مجدد. Konzessionsverlängerung میگه یا Verlängerung میشه یه چیزی دوباره بخوای تمدید کنی. میگه مجوز تو باید تمدید کنی. دقیقه مناد میگه 3 Monate vor Ablauf میگه 3 ماه قبل از اینکه 3 ماه قبل از اینکه مجوز تموم بشه تاریخ انقضاش. Alle Konzessionen haben eine gemeinsames Ablaufdatum میگه همه مجوزا یه تاریخ انقضایی دارن. 3 Veränderungen im Betrieb میگه هر تغییراتی در شرکت بدی، چه وی نامنوکسل چه اسمش تغییر بدی، Änderung der Anschrift چه آدرسش تغییر کنه، Austausch von Fahrzeugen چه ماشینا رو تغییراتی بدی، ماشینا رو عوض کنی، Änderung der Gesellschaftsform چه شکل شرکت رو عوض کنی، باید به ما اطلاع بدی. Genehmigungsübertragung میگه انتقال مجوز، جابجایی مجوز. Verkauf nur im Ganzen میگه فروش همه شرکت یا قسمتی از شرکت. keine einzelnen مجوز میگه هر کاری میخوای بکنی، چه شرکت رو کامل بفروشی چه قسمتی ازش رو باید به ما اطلاع بدی. Genehmigungserwartung میگه اگرم میخوای که مجوز تو Erwartung میشه گسترش، اگه میخوای مجوز تو گسترش بدی beantrag zusätzliche Konzession میشه تقاضای zusätzlich مکمل اضافی پروانه. میگه این درخواست باید بدی. 6 Übertragung جابجایی انتقال. Übertragung der Geschäftsführung میگه جابجایی، مثلا اگه میخواد رئیس شرکت Geschäftsführung مدیریتش هم میخواد عوض بشه بازم باید به ما اطلاع بدی. 7 Befreiung von der taxovergeschriebenen Betriebsfähigkeit میگه برای آزادی، برای آزادسازی vorgeschriebenen تعیین کردن Betriebspflicht تعهدم میگه برای معافیت یا آزادسازی باید از طریق این
قانون تاکسو vorgeschriebenen تعیین کردن betriebsführer و تعهد عملیاتی بدید. 1 2 3 Unternehmer ist derjenige. میگه یک شرکت کسیه که dem die Genehmigung für einen bestimmten Verkehrs- und für seine Person. میگه کسیه که مجوز رو برای یک حمل و نقل مشخص شده و برای یک شخص مخصوص، یک شخصی که هویت داره و شخص حقوقیه natürlich oder juristische Person. میگه یه شخص حقوقی دریافت میکنه erteilt wird under Verkehrs auf eigenen Name و حمل و نقل به اسم اونه eigene Verantwortung. میگه مسئولیت داره و به حسابش مسئولیت داره به مجوز و حسابها و اداره کردن اون. 1 2 4 Freistellungsverordnung میشه میشه تعطیلات، میگه مقررات تعطیلات مرخصی و این چیزا، تعطیلات که مخففش میشه FVO. freigestellt میگه تعطیلات بر اساس Personen Beförderungsgesetz هستند sind zum Beispiel برای شولا دانش آموزان Behinderungen افراد معلول und Krankenfahrten و بیمارها Beförderung حمل و نقل این hoheitlichen Auftrag میشه مأموریت های دولتی. hoheitlichen میشه مأموریت، میشه دولتی. Auftrag هم میشه مأموریت. میگه حمل و نقل مأموریت های خاص Beförderung auf nicht öffentliche. میگه حمل و نقل نه در جاده ها و جاهای مخصوص. حمل و نقل از کلیساها و اشپدیسیونن با حمل و نقل شرکت حمل و نقل Bestattungsunternehmer. میگه شرکت های حمل و نقل اداره هایی که خاکسپاری میکنن و یا اینکه اداره های یدککش. diese Beförderung این میگه این حمل و نقل ها sind an bestimmte Bedingungen. میگه این حمل و نقل ها هستن یه خدمات مشخصی. آره. 1 3 میشه Verkehrsarten انواع حمل و نقل ها در PBFG در Personenbeförderungsgesetz. Straßenbahnen میشه یکیشون میشه Straßenbahnen Verkehrs mit Oberleitungsbussen میشه Oberleitungsbussen میشه اتوبوس هایی که با خط برقی کار میکنن، از بالا سرشون یه وصلن به برق از تو سقفشون. یا میگه با Linienverkehrs mit Kfz میشه حمل و نقل خطی
که فقط یک مسیر خاص تعیین شده داره. لینین فرکرز میشه مثل هم اتوبوس ها که فقط توی یه خط مشخصی میره. لینین فرکرز. فست اشتغاگه میگه یه مسیر مشخص شده. فست اشتغاگه میشه یک مسیر مشخصی داره. هالتش تیله و یه جاهای مخصوصی وای میسته و فاغ پلینه و یه برنامه داره رفع شدش. فست تعریف و یه این مشخصی ولی کار ما گلیگنهایت فرکر میت KFZ. گلیگنهایت فرکرز میت KFZ میشه حمل و نقل های نامنظمی که بر اساس سفارش مسافر تعیین میشه. یعنی خط مشخصی نداره، هر جا مسافر گفت ما میریم. Gelegenheit Verkehrs. Personen befordrung میگه کسانی که حمل و نقل انجام میدن نه در یک لینین فرکرز، نه در یک خط مشخص. و داسو و برای اون اینا تعلق دارن به این فولگندن فرمن، به این چیزا. فرکرز mit Taxen, Ausflug, فاختمون حمل و نقل های گردشی و تعطیلاتی. فرکرز میت بوسن میشه با اتوبوس های اجاره‌ای و گبیندلتا به دارفس فرکرز میشه مثل گبیندلتا به دارف فرکرز میشه مثل یه ونهایی که مثلا دیدی باید حتما مسافرینش تکمیل بشه بعد حرکت میکنه. این شکلیه. گبون دلتا به درس فرکرز. اینجا هم توضیح داده در مورد گرنس überschreitende میشه مرزهای تجاوز پرسونن بفردرون برای مسافرین، مقررات مسافرین. میگه نخ قانون 4 BPG sind dafür KFZ zulässig مجاز die durch eigenen Maschinenkraft bewegt werden که مجازن فقط ماشین خودشونو برونن. nicht an der Schienen und Fahrleitung. میگه ماشین نمیشونه تو جاهایی که قطار میره یا جاهای مشخص برای اتوبوس برونی. تاکس میگه این تاکسن میتواگن و این تاکسن دیگه خطای آخریم. این تاکسن oder Mietwagenverkehrs dürfen nur PKW Personenkraftwagen eingesetzt میشه استفاده کردن werden. میگه مسافرین رو فقط اجازه داری با ماشین سواری ببری، نذارشون تو عقبه یه وانتی مسافرات ببری. میگه مسافرها فقط تو ماشین سواری. دی نخ باوارت که شکل شمایل و Ausstattung تجهیزات لوازم تجهیزات لوازم و شکل شمایل برای بفردرung حمل و نقل و ارسال von nicht mehr als 9 Personen. میگه ماشینت هم با خودت باید بشید ماکسیموم 9 نفر، بیشتر هم نباید بشید. همچین ماشینی باید باشه. گگ ندزین. قربون شما، امیدوارم که استفاده کرده باشید و این هم از صفحه 4. شبتون بخیر.